یک سوال: خرید درست و نادرست چیست؟ اصلا هر یک فروشنده میخواد محصولات خود را بفروشد به همین تمام جانش خلاص. ولی صاحبکار وطنی که برند جهانی میدیا رو به بازار تاجیکستان وارد کرد دیگر خیلی اندیشه دارد. این صاحبکار میگوید قبل از خریدن چیزی اول باید اندیشه، ملاحظه و آینده بینی اطراف دورنمای محصولات خریده برای 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال و از این بیش مطرح شود و بعد خرید انجام داده شود. یعنی هر یک چیزی که میخریم آن را ما باید دانسته بخریم. ما اطراف برند میدیا حرف میزنیم. در روی جهان هر یک سومین عائله از این برند در خاندانش نصب کرده است. یعنی برده رسانیدن تا به نزد خریدار و دادن دستور عمل استفاده آن از وظیفه های حتمی فروشندگان به حساب می رود. به چه خاطر؟ به خاطر که این محصولات سالیان سال به یگان نقصان خدمت بکند. انا این را خرید درست میگویند.